نام خالق هستی درباره ویدیویی که قبلا منتشر کردم بعضی از عزیزان اشکال وارد کردن، گفتن که بین دین و انسانیت منافات وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در دین حکم قتل، حکم سنگسار، حکم قطع عضو وجود داره، ولی در انسانیت اینها هیچ وجود نداره. ولی بازم ما روی حرف خودمون هستیم که حرف ما چی بود؟ این بود که انسانیت اصلا منافات با دین نداره. چرا؟ چون اولا منظور ما از دین اسلامه و دوما منظور ما از دین اسلام اون دینی که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام برای ما بیان کردن و در این دینی که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردن اصلا قتل وجود نداره. قتل مخالف عقیده اصلا وجود نداره. چرا؟ چون پیغمبر بزرگوار اسلام در جامعه زندگی میکرد که در اون جامعه مخالف عقیدهش زیاد بود، یهود بود، نصارا بود، ولی هیچ کس نمیکشت، حتی به اونها به احترامی هم نمیکرد. پس ما در اینجا ثابت کردیم که حکم قتل اصلا در دین اسلام وجود نداره. اما حکم سنگسار، این حکم سنگسار هم برای تثبیت انسانیت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باید یک حکم سنگسار باشه تا اون کسایی که چشم طمع دارد به ناموس مسلمین جلوی اونها گرفته بشه. باید یک حکم سنگسار باشه که ناموس مسلمین در امنیت زندگی بکنه. باید چنین حکمی باشه. و این که اثبات کردن حکم سنگسار هم خیلی سخته، یعنی تقریبا محال اثبات کردن حکم سنگسار. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی شرایط ذکر شده برای اثبات کردن حکم سنگسار. مخصوصا اون دو تا کسی که مثلا با هم زنا میکنه و محکوم میشود به حکم سنگسار، اول اینکه اون مرد باید زن نداشته باشه، این زن نباید شوهر داشته باشه و بعد 4 تا شاهد نیازه و این شاهدها هم شرایط خاصی خود داره و این 4 تا شاهد چطوری نگاه کرده، تا اون نگاه کردن هم حکمای خاصی خودش را داره. پس تقریبا اثبات کردن حکم سنگسار تقریبا محاله. و بنا به قول عده از علما در نزد ما جاری کردن حکم سنگسار در زمان غیبت آقای امام زمان علیه السلام اصلا جایز نیست. اصلا نباید کسی که محکوم هم بشه به سنگسار کس نباید حکم جاری کند طبق عقیده بعضی از علمای ما. پس ما تا اینجا برای شما ثابت کردیم که اصلا بین دین و انسانیت منافات نداره و حکم‌هایی هم که در دین وجود داره فقط به خاطر تثبیت انسانیت. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی است در مثل